اخبار فوتبال اروپا در خدمت شما هستیم. لالیگای اسپانیا فصل جدید خود را آغاز کرده و تیم ها رقابت برای قهرمانی را شروع کردند. در یکی از دیدارهای امروز سویا موفق شد رای وایکانو را با نتیجه 2-1 شکست دهد. در انگلیس تیم های لیگ برتر در حال آماده سازی نهایی برای شروع فصل جدید هستند و رقابت های لیگ برتر از هفته آینده آغاز خواهد شد. همچنین مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا ادامه دارد و تیم ها برای رسیدن به مرحله اصلی رقابت ها تلاش می‌کنند. در بازار نقل و انتقالات نیز باشگاه های بزرگ اروپایی همچنان فعال هستند و روزهای پایانی پنجره نقل و انتقالات میتواند با انتقال های مهم دیگری همراه باشد. برای دریافت تازه ترین اخبار فوتبال اروپا همراه ما باشید.